دوست داری شیرینی کریسمسی بدون فروگاز داشته باشی؟ زود بیا که داریم درست میکنیم. سلام ملکه آشپزی، حالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ عزیزان دل، امروز در خدمتتون هستم با شیرینی حلقه‌ای کریسمس. مواد لازم رو یادداشت کنیم. پودر نارگیل 250 گرم، شکلات تخته‌ای سفید 250 گرم، پودر قند 150 گرم، پودر ژلاتین 1.5 قاشق غذاخوری، آب 3/4 لیوان. عزیزان دل، اول پودر قند، ژلاتین و آب با هم مخلوط کنید، بریزین داخل قابلمه، بذارین روی گاز به مدت 10 دقیقه با هم بجوشن. بعد از اون شکلاتتون رو خورد کنین، بریزین داخل ظرف، بذارین روی بخار کتری تا بنماری بشه. من برم اینا رو انجام بدم، بیام خدمتتون هستم. دوستان گلم، من پودر قند و ژلاتین و آب رو با هم دیگه گذاشتم روی حرارت. 10 دقیقه جوشید، به این صورت در اومد. گذاشتمش کنار، یه خورده از داغی افتاد. حالا الان با همزن انقدر رو هم میزنیم تا سفید و کشدار بشه. دوستان گلم، من اینو تا این حد زدم، سفید و کشدار شده. نگاه کنید. حالا شکلات رو بهش اضافه میکنم. خب دوستان ببینید، من شکلاتم بهش اضافه کردم. دوباره مخلوط میکنم. به این صورت من همزن کنار بزنم میام. دوستان به این صورت در اومد. پودر نارگیل رو بهش اضافه میکنم. خوب مخلوطش کنید. اگه دیدین خمیرتون چسبنده است، میتونید بهش پودر نارگیل یه مقدار کم اضافه کنید. اگر این که دیدین خمیرتون عادیه، نه، من باقی پودر نارگیل اضافه کنم. به این صورت خمیر رو بین دوتا نایلون پهن میکنیم. البته بهتون نشون میدم تا من نایلون بیارم.
برم و برگردم. خب دوستان، من شیرینی کریسمس ما ریختم روی مشما. الان یه مشما دیگه هم روش میندازم. با وردنه صافش میکنم. ضخامت این شیرینی 1 سانت بیشتر نباشه. به این صورت یا با این رینگا یا با این رینگا فرقی نمیکنه، چون حلقه ای هست. به این صورت یا به شکل قلب. ببینید اینجوری. اینم به این صورت. به این شکل در میاریم، نشونتون میدم. خب دوستان ببینید من به این صورت حالت دادمشون. شما میتونید با شکلات های رنگی یا ترافلا یا شکلات ذوب شده تزیینش کنید. من از شکلات ذوب شده استفاده میکنم. به این صورت و به مدت 2 ساعت تو یخچال قرار بدین تا شکل خودش رو حفظ بکنه. شما این شیرینی رو 10 روز توی یخچال میتونید نگه دارین، 3 ماه هم توی فریزر. نوش جونتون. البته این شیرینی چون شیرینی کریسمسی اسم نشه، شما با شکلات قرمز هم میتونید تزیینش بکنید. نوش جان.